شروع کنیم؟ حسین جان شروع کنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما حضار و مهمانان گرامی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم اینجا توی نشست تخصصی. موزه گرافیک ایران خب یک نمایشگاهی رو چند وقت پیش در واقع داشتش به عنوان نمایشگاه نشان که سلسله نشست‌هایی رو در حاشیه در واقع اون نمایشگاه نشان قرار شده که کمیته موزه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار بکنه. توی این نشست به همراه اساتید بزرگوارمون به بررسی ویژگی‌های چاپ سنگی و در واقع چالش طراحان و تصویرگران در مطبوعات دوره قاجار خواهیم پرداخت که حالا استاد عزیزم آقای سوادکوهی یک توضیح کوتاهی میدم و بعد من مهمانان عزیزمون رو خدمتتون معرفی میکنم و شروع میکنیم در واقع اصل موضوع امروز رو. بفرمایید آقای سوادکوهی. خوش آمد عرض میکنم خدمت همه دوستانی که زحمت کشیدند در اینجا گرد آمدند و همینطور علاقمندانی که از طریق پخش اینترنتی لایو اینستاگرام به ما میپیوندند. من مهدی گوران سوادکوهی هستم، دبیر کمیته موزه انجمن صنفی طراحان گرافیک. از سوی خودم و تمامی همکاران ارجمندم خیلی مقدم میگم به شما. موزه گرافیک ایران در حدود 10 ساله، یعنی دقیقاً 10 ساله که در ساختمان ارباب هرمز در پارک پلیس آغاز به کار کرده. قبل از این هم خب مکان فیزیکی نداشته ولی همچنان به گردآوری آثار طراحان گرافیک با راهنمایی و در حقیقت تدبیرهای استادانه استاد مجید بلوچ این کار رو آغاز کردم و همچنان این داستان ادامه داره. من خیلی کوتاه توضیح بدم. نمایشگاه نشان در حقیقت بررسی پژوهشی نشانه‌های نوشتاری و تصویری مطبوعات دوران قاجار هست که بر پایه گردآوری و تعریف کتابی بودی که دوست عزیزمون آقای محسن احتشامی اون رو در حقیقت سالها زحمت کشیدن اینو تدوین کردن. ما فکر کردیم موضوع جذابیه برای همکاران جوان به ویژه نسل تازه و اینی که بتونن از این فضای بسیار بعضاً زیبا بهره‌وری خوبی به دست بیارن. این نشست در حقیقت همونطور که خانم دانا گفتند درباره تاثیر چاپ سنگی و فناوری چاپ سنگی است که چیست و چگونه است و اینها و برشمردن محدودیت‌هایی است که در حقیقت طراحان اون دوره باش دست به گریبان بودن که حالا اساتید در این مورد حتما صحبت می‌کنن. ما 2 نشست دیگه هم در این ارتباط پیش بینی کردیم. نشست بعدیمون در مورد خود نشانه‌های در حقیقت نوشتاری و تصویری مطبوعات دوران قاجار هست که حدوداً برای 10 تا 15 روز آینده برنامه‌ریزی شده و نشست آخر که نشست سوم هست تأثیر این در حقیقت تصویرسازی‌ها و این جنب و جوش هنری که در دوره قاجار بوده بر طراحی گرافیک معاصر ایران، مثلا فرض کنید در تیتراژها یا حالا عنوان‌بندی فیلم‌های سینمایی مثل اونهایی که آقای کیارستمی کار کرد یا استاد ابراهیم حقیقی. همین من مزاحم شدم برای اینکه هم ارادت خودمون رو به شما منتقل کنیم هم یک کوتاه گزارش بدیم. سپاسگزارم. خواهش خب از اساتید خودم آقای کلهرنیا و آقای جلیسه دعوت میکنم که تشریف بیارین در خدمتتون باشیم برای ادامه نشست. جوان مالی توی جبه خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. سلام.
خب من خیلی کوتاه مهمانانمون رو در واقع معرفی کنم خدمتتون تا بریم سراغ اصل ماجرا. استاد بزرگوارم جناب آقای بهرام کلهرنیا، طراح گرافیک، پژوهشگر، مجسمه ساز و رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در حال حاضر هستند. خب ایشون در واقع تخصصی در چاپ سنگی دارند و کتابی رو در این زمینه تالیف کردن، کتاب سنگ نوشته های کوفی تا تایپوگرافی معاصر و همینطور مدیریت گالری ورد رو به عهده دارند و همیشه در واقع بانی نشست ها و نشست های پژوهشی و فرهنگی و در واقع تخصصی زیادی بودن که امروز در خدمتشون هستیم و تلمذ میکنیم. جناب آقای مجید جلیسه، پژوهشگر و متخصص چاپ سنگی و منابع کهن هستند. آثار پژوهشی ایشون شامل کتاب‌های نظیر تاریخ چاپ سنگی اصفهان و شرح مختصری بر چاپ سنگی هستش. ایشون مدیر پیشین مؤسسه خانه کتاب بودن و اکنون رئیس انتشارات وراقان و کمیته منابع چاپی کهن مکتا هستند. بدون هیچ مقدمه‌ای میخوام که در واقع وقت رو تلف نکنیم و شروع بکنیم به در واقع رفتن به اصل ماجرا. آقای جلیسه، شما لطف میکنید درباره در واقع چاپ سنگی و چالشش در دوران قاجار در مطبوعات و روزنامه ها برای ما یک توضیحی بدین. بله متشکرم. تقاضا می‌کنم. جسارت میشه. اختیار دارید. ببخشید. من یاد میگیرم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و خیلی خرسندم از اینکه این فرصت دست داد تا به بهانه نمایشگاه ارزشمندی که استاد احتشامی عزیز بانی و دست‌اندرکارش بودن و با کارهاشون همیشه ما خرسند شدیم، خوشحال شدیم و سورپرایز شدیم خیلی وقتها، گرد هم بیایم تا بتونیم در این موضوع با هم گپ و گفتی داشته باشیم. من برای اینکه مقدار صحبتم کلاس بندی تر شده انجام بشه و به یک معنا بتونم با یک شیب نسبتاً ملایمی صحبت بکنم این موضوع رو، لذا یک سری اسلاید آماده کردم که خدمت شما ارائه بشه و قطعاً البته وقت کم هست، سعی میکنم که یه مقدار تند صحبت بکنم تا چیزی از قلم نیفته، ولی بحث و صحبت راجع به این موضوع بسیار زیاد هست. در هر صورت من اول این نکته رو اشاره بکنم که خب آغاز صنعت چاپ در ایران با تکنیک چاپ سربی بوده، یعنی اساساً مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا بر همون منوالی که گوتنبرگ این صنعت رو اختراع کرد، آغاز صنعت چاپ در ایران هم بر همین اساس بوده و نکته قابل توجه این هست که ما خیلی دیرتر از خیلی از کشورها، حتی کشورهای اطرافمون، به این صنعت دست پیدا کردیم، هرچند در دوره صفویه در اصفهان و در خدمتتون عرض بکنم که کلیسای وانک در محله جولفا عده‌ای از ارامنه موفق شدن این صنعت راه اندازی بکنند. چند دهه این صنعت در اصفهان فعال بود و کارهایی هم انجام شده، اما همه این کارها به زبان ارمنی بوده. منتها متاسفانه این تجربه و این اندوخته صنعتی و حرفه‌ای که اون زمان خیلی میتونست به ایران ما کمک بکنه مکتوم میمونه و به فراموشی سپرده میشه و گسترش پیدا نمیکنه تا دوره قاجار و با همت عباس میرزا هست که عملاً این صنعت وارد ایران میشه. من فقط دارم اجمالاً یه سری فکت رو میدم که به موضوع اصلی برسیم. در هر صورت اتفاق قابل توجهی که میفته، بالاخره این صنعت وارد ایران میشه. در سال 1233 قمری اولین کتاب در ایران در شهر تبریز منتشر میشه با عنوان رساله جهادیه. از اینجا به بعد یک سری مشکلات و یک سری چالش‌ها، البته قبلش هم چالش‌ها و مشکلاتی بوده، من این رو اشاره بکنم که ما در تکاپوی جنگ‌هایی که با ایران و روس داشتیم،
عملاً امکان انتقال این تکنولوژی رو نداشتیم. خب عباس میرزا تنها فردی بود که در حکومت قاجار و در دوره قاجار به این فهم و به این آگاهی رسیده بود که ایران برای حرکت به سمت تجدد و توسعه نیازمند به صنعت چاپ هست. اما در بقیه ایالت‌ها همچین تفکری و حتی در دارالخلافه یه همچین تفکری حاکم نبود. و از طرفی هم امکان انتقال این تکنولوژی از طریق بنادر جنوبی فراهم نبود. ما فقط میتونستیم از طریق بنادر شمالیمون این صنعت رو وارد بکنیم و جهت اینکه در جنگ بودیم با روسیه، یکی از مهمترین چالش‌ها این بود که ما نمیتونستیم این صنعت رو بیاریم. اما بعد از صلحی که اتفاق میفته در سال 1227 قمری، عملاً این فتح باب میشه و توی رفت آمدهای دیپلماتیکی که بین ایران و روسیه صورت میگیره، عباس میرزا قانع میکنه طرفهای روس رو که این امکانات و این تکنولوژی رو به ایرانی ها بدن و این اتفاق میفته تا سال 1232 که رساله جهادی چاپ میشه. از اینجا به بعد ما 2 چالش خیلی جدی هم چاپخانه دارهامون و هم هنرمندانمون باهاش درگیر هستن. اولین چالش، اگر دوستان بزنن اسلاید بعدی چون دست من نیست ببخشید، با 2 چالش خیلی جدی داریم. این تصویری هم که دیدید الان میره، این کار علی قلی خویی هست. دوستان فقط از باب آشنایی با نوع کارها اشاره دارم میکنم. 2 چالش اصلی داریم، یک آهستگی و دوم دوگانگی. فکر میکنم خب اصلی ترین و مهمترین چالشی که در ابتدای ورود صنعت چاپ به ایران هم هنرمندها و هم چاپخانه‌دارها به یک نوعی باش درگیر بودن، بحث آهستگی بود. ما عملاً بسیاری از هنرمندانمون با فن چاپ آشنا نبودن، یعنی چیزی نبوده که در ایران در یک گوشه مثلا وجود داشته باشه و یا در کشورهای همسایه اینها برن آموزشش رو ببینن. برای همین هم هست که خود عباس میرزا شخصاً هزینه‌هایی رو پرداخت میکنه و افرادی رو میفرسته به کشورهای مختلف، هم کشورهای اروپایی و هم در روسیه، تا اینها با این فن آشنا بشن. نکته بعدی فقدان آموزش هست، یعنی اساساً ما سیستم آموزشی در اون دوره نداشتیم که این چیزهایی که آموخته شده خیلی کم و حالا به صورت پراکنده از کشورهای مختلف داره به ایران بیاد، اینو کلاسه بندی بشه و عملاً در اختیار عده دیگه‌ای قرار بگیره تا با مثلا توسعه آموزشی در خصوص صنعت چاپ یک سری مشکلات و یک سری چالش‌ها قابل حل باشه. بحث بعدی که بحث بسیار مهمی هست، کمبود ابزار و امکانات هست. عملاً در این کانابولای چاپ، این کانابولامون گاهواره یا 50 سال ابتدایی ورود صنعت چاپ به ایران رو ما بهش میگیم. البته یه اصطلاحی هست که در اروپایی‌ها اختراع کردن و برای 50 سال ابتدایی گوتنبرگ از 1455 میلادی به بعد استفاده میشه، اما این واژه رو ما در ایران و یا در کشورهای دیگه هم کم و بیش استفاده میکنیم. در گاهواره صنعت چاپ ما با کمبود عجیب و غریب ابزار و امکانات مواجه هستیم. هم تجهیزات اصلی چاپ مثل خود دستگاه چاپ و یا حروف و یا سنگ‌های چاپ که مورد استفاده بودن بسیار گرون بودن و هم بسیار سخت بود که ما اینها رو بخوایم به ایران وارد بکنیم. یعنی عملاً راه مواصلاتی درستی در اون زمان وجود نداشته. عرض کردم بنادر جنوبیمون داستان خودشون رو داشتن. تازه اگر دستگاهی هم به بنادر جنوبی میرسید، از مثلا بندر بوشهر تا دارالخلافه یا تا اصفهان یا تا تبریز فاصله بسیار زیادی بود و عملاً امکان حمل و نقل دستگاه‌های اولیه چاپ که عموماً هم دستگاه‌های بزرگ و سنگین و حجیمی بودن وجود نداشت، تا کاغذ که یکی از بزرگترین معضلات اون دوره هست. هرچند ما سابقه طولانی در خصوص ساخت کاغذ در ایران داشتیم، اما عملاً کاغذهایی که برای چاپ، چه چاپ سنگی و چه چاپ حروفی یا سربی مورد استفاده قرار می گرفت، همگی کاغذهای وارداتی بودن. حالا البته کم و بیش بعد از یه مدت یک مقدار کاغذ در ایران ساخته می شد، اما کاغذی نبود که حالا بتونن
نیازهای اصلی خودشون رو باش رفع بکنن. بحث بعدی هم بحث تجربه ناکافی هست. خب طبیعتاً این فن یه فن جدیدی بود در ایران که توسط معدود افرادی این وارد ایران میشه و قطع به یقین زمان میبره تا بتونن اون تجربه کافی برای اجرای یک سری از موارد رو بهش دست بیارن. یه بحث دوگانگی رو داریم که دوگانگی سنت و تجدد هست. من این رو اشاره بکنم که این دوگانگی سنت و تجدد رو ما در ابتدای ورود صنعت چاپ به ایران خیلی نداریم. یعنی عملاً خیلی عجیبم هست، علی‌رغم اینکه هنرمندان چاپ بلد ما، چاپ آموخته ما از کشورهای عمدتاً روسیه و یا اروپایی این فن رو یاد گرفته بودن، اما وقتی به ایران می اومدن با یک حس ملیگرایی و وطن پرستی عجیب و غریبی سعی می‌کردن که کلاً ایرانیزه کار بکنن. یعنی حالا من نمونه‌هاش رو نشونتون خواهم داد. ما تو 20 سال اول هنرمندانمون خیلی سمت فن، هم سبک اروپایی و هم فن اروپایی چاپ نرفتن و سعی کردن که بر مدار همون سنت کتاب‌آرایی و کتابسازی که سالیان سال در ایران مرسوم بوده و باهاش کتاب‌ها رو می‌نوشتن، استنساخ می‌کردن و می‌ساختن، بر همون مدار کار بکنن. اگر اسلاید بعدی رو لطف بکنید. این اسلاید بعدی تصویری هست از اولین کتابی که در ایران چاپ شده، یعنی رساله جهادیه. میبینید که یک تصویر، این صفحه آغازینش هست، بسیار ساده هست. ما عملاً هیچ المان هنری یا المانی از کتاب‌آرایی درش نمیبینیم. اشکال نداره، بذارید همین اسلاید باشه. اما در اسلاید بعدی اگر دقت کرده باشید میبینید که ما 2 مکتب جداگانه و بعداً 3 مکتب جداگانه در خصوص صنعت چاپ داریم. خب چاپ در تبریز شروع میشه، بعد در تهران ادامه پیدا میکنه و بعد از مدتی به اصفهان میره و البته یک سفر کوتاهی هم به همدان هم میکنه. اما در اصل تبریز و خدمتتون عرض بکنم که تهران 2 مکتب جداگانه‌ای هستن که از جهت شکل و شمایل و نوع تکنیک و نوع کار اینها قابل تمایز هستن. اصفهان و همدان هم بر مدار همون مکتب خدمتتون عرض بکنم که تهران کار چاپ رو انجام میدادن. این کتاب‌هایی که در این اسلاید می‌بینید همه کتاب‌هایی هستن که در یک بازه زمانی تقریباً از 1233 تا 1246 15 ساله، کمتر البته، در تبریز چاپ شدن. رساله جهادی که اولین کتاب سمت راست هست تا بوستان سعدی که آخرین کتابی که ما یقین داریم که در تبریز چاپ شده. می‌بینید کاملاً از جهت شکل و شمایل ساده هستن، متن تایپ شده، حروف چینی شده و دورش فقط یک جدول کشی ساده هست. یعنی به حداقل کتاب‌آرایی رو ما در این کتاب‌ها می‌بینیم و حتی با گذشت مثلا زمان هم تغییری در سیستم کتاب‌آرایی و سبک و سیاق حروفچینی این کتاب‌ها شما مشاهده نمی‌کنید. حالا البته اینها بعداً روی فکر می‌کنم روی چیز قرار میگیره. من هم برای دوستان اگر خواسته باشن میتونم براشون تو تلگرام یه جایی ارسال بکنم، حتی نسخه با کیفیتش رو. نکته بعدی که میخوام اشاره بکنم، اگر اسلاید بعدی رو لطف بکنید. محمد رضا جان اسلاید بعدی. آقا من اگه سختتونه خودم بیام اونجا، جسارت نباشه البته، به جهتی که زمان سیو بشه. این در حالی هست، اون کتاب‌های ساده رو اگر دقت کرده باشید، این در حالی هست که سنت کتاب آرایی در کتاب‌های چاپی یک سابقه چند صد ساله و بلکه چند هزار ساله داره. یعنی الان در همین اسلاید مشاهده می‌کنید ما در نمونه‌هایی که در قرن 11 میلادی در کشورهای اسلامی که از نمونه‌های چاپ چوبی هست که در کشورهای اسلامی مرسوم بوده، ما سرلوح رو داریم. جلوترش در فانوی ایتالیا، کتابی که اولین کتابی که با فونت
عربی چاپ شده با فونت اولین بار هست سال 1514 در ایتالیا در فانو ایتالیا چاپ شده به اسم صلات السباعی. باز می‌بینیم سرلوح رو و حاشیه تضعیف شده رو داریم، یا در کتاب قانون بوعلی که در 1594 در 93 در روم چاپ شده، و یا اصلا خیلی جالبتر ساقموس یا زبور داوودی که در کلیسای وانک در محله جلفا در دوره صفویه در همین ایران چاپ شده. سرلوح یکی از اجزاء اصلی کتاب‌های چاپی در حتی خود ایران هم بوده. یعنی این و جالب، این کتاب اولین کتابی از ساقموس که در کلیسای وانک چاپ میشه. آقای خاچاتور پیساراتسی که تصدی امور کلیسا رو اون زمان عهده‌دار بودن، در پایان این کتاب اشاره میکنن ما این کتاب رو با حد اقل امکانات ساختیم و درست کردیم. ما دستگاه رو خودمون ساختیم، حروف رو در اصفهان خودمون ساختیم، جوهر رو خودمون ساختیم، کاغذ رو خودمون ساختیم. یعنی این کتاب کاملا یک کتاب ایرانی هست با همه اجزا و با همه امکاناتش، و نسخه منحصر این کتاب هم در کتابخانه بادلیان هست. این تصویری که شما در سمت چپ اسلاید مشاهده میکنید. میخوام این رو اشاره کنم، اگر لطف کنید اسلاید بعدی رو بزنید. میخوام به این تأکید بکنم که این سنت کتاب آرایی و داشتن سرلوح مثلا در ابتدای کتاب در چند صد سال گذشته حتی در ایران هم شایع بوده، حتی با حداقل امکانات هم. مثلا آقای کیساراتسی این توجه رو داشته که ما باید کتابمون سرلوح داشته باشه. این در حالی است که در تبریز به جهت کمبود امکانات، عدم آشنایی با دستگاه چاپ سربی و بسیاری از مواردی که من در ابتدای صحبتم اشاره کردم، اینها نتونستن که این ویژگی اصلی و مهم کتاب‌های چاپی یا کتاب آرایی ایرانی رو در کتاب خودشون داشته باشن. خب یکی از مهمترین دلایلش این هست که مثلا خود میرزا زین العابدین تبریزی تمام توجهش به دیزاین حروفش بوده. یعنی تماما اینجا شاید جای بحثش نباشه و در فرصت دیگه‌ای بخوایم راجبش صحبت بکنیم. تماما مثلا رساله جهادی اول و تا رساله جهادی دوم این کاملا مشهود است. البته ما اینجا نمونه‌ای نیاوردیم. رساله جهادی اول فونتی که طراحی شده و ساخته شده بسیار ابتدایی هست، بسیار کج و کوله هست و خیلی از اصول طراحی توش رعایت نشده. اما برعکسش رساله جهادی دوم که در سال 1234 با فاصله 15 ماه بعدش چاپ میشه، کاملا یک فونت زیبا بر مبنای خط نسخ نیریزی هست که توسط میرزا زین چینه شده. و جالب توجه این هست که یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که مثلا خود میرزا زین العابدین بهش اون دوره توجه داشته برای چاپ این کتاب، کاهش فاصله بین حروف و بین سطرها بوده تا بتونه میزان مصرف کاغذ رو تا حد زیادی کاهش بده، که این اتفاق در رساله جهادی دوم براش میفته و حدوداً 8 صفحه رساله جهادی دوم کمتر کاغذ مصرف میکنه، به جهت اینکه خب هزینه کاغذ هزینه بالایی بوده، کاغذها از اروپا عمدتاً وارد میشدن و بسیار گران بودن. خب این اولویت براشون بوده، یعنی طراحی طراحی حروف، داشتن فونت و حروف ایرانی و کاهش حجم کتاب برای اینکه بتونن از کاغذ کمتری استفاده کنن. اما موضوع کتاب آرایی و مثلا استفاده از آرایه‌های هنری در کتاب هیچ اولویتی براشون نداشت. در این کتابی که الان مشاهده می‌کنید که محرق القلوب هست، اولین کتابی که در تهران چاپ شده در سال 1239 قمری، باز همین وضعیت حاکم هست. ما اینجا باز سرلوحی رو نداریم و جالب توجه این هست که یک کتاب دیگه‌ای هم حتی در همین سال به اسم حسنیه در تهران چاپ میشه که اون کتاب هم در همین سال فاقد سرلوح هست. اگر لطف کنید اسلاید بعدی رو ممنون میشم. یعنی این نشون میده که حتی زمانی که این صنعت به درخواست فتحعلی شاه به تهران میاد، هنوز این معضل همراه این دوستان بوده، اما به فاصله تقریباً کمتر از یک سال در سال 1240 قمری کتاب حیات القلوب چاپ میشه و ما برای اولین بار در تبریز شما دیدید ما کماکان از ابتدا تا انتها سرلوح رو نداشتیم، اما در میانه راه یعنی در سال 1240 عملاً
سرلوح وارد به صنعت چاپ میشه و طراحی سرلوح و استفاده از سرلوح در کتاب‌های چاپی مورد توجه قرار میگیره. البته یه نکته‌ای که وجود داره این هست که اساساً خب این تکنیک در اون زمان وجود نداشته که اینها بتونن سرلوح رو مثلا با استفاده از کلیشه‌های فلزی بسازن. لذا بررسی هایی که انجام دادیم، حالا بحثش اینجا نیست، به این نتیجه رسیدیم که این کلیشه های چوبی هستن. یعنی در اون زمان آقای میرزا زین العابدین با ترکیب دو فن مختلف چاپ، یکی فن چاپ چوبی و یکی هم فن چاپ سربی، موفق میشه که سرلوح رو وارد صنعت کتاب سازی و کتاب آرایی ایرانی بکنه. عملاً اگر لطف کنید اسلاید بعدی رو، یه نکته قابل توجه این هست که این نشان و این سرلوحی که الان دارید میبینید پایه ثابت همه کتاب‌های چاپ شده در مکتب تهران میشه. استفاده از نشان شیر و خورشید همینطور که میبینید در سمت راست اسلاید و استفاده از تزئینات گل و شاخ و برگ، تزئینات اسلیمی رو میبینید که با استفاده از فنی که در اصفهان اون روزگار مرسوم بوده. خب ما قلمکاری اصفهان رو دیدیم از دوره صفویه. این فن در اصفهان خیلی مورد استفاده قرار می گرفته و البته در شهرهای دیگه هم کم و بیش، و بنابراین این ابتکار به ذهن آقای میرزا زین العابدین میرسه که ما میتونیم با استفاده از همون فن و همون هنرمندانی که این کار رو دارن انجام میدن، این با ترکیب اون با فن چاپ سربی یک همچین تزیینی رو به کتاب‌های اون دوره اضافه بکنیم. و جالب توجه این هست که این تنها تزیین کتاب‌های چاپ سربی در دوره اولیه چاپ، یعنی از 1233 تا حدود 1280 در ایران هست. اگر محبت کنید و اسلاید بعدی رو نشون بدید، نکته قابل توجه این هست که این سرلوح خیلی عجیب هست، با اینکه این فن وجود داشته و این هنر وجود داشته در ایران اون روزگار، اما همه کتاب‌هایی که طی این سالها در تهران چاپ میشن، همونطور که میبینید از 1240 تا 1270، البته اینجا نمونه‌های متعدد از کتاب‌های مختلف آورده شده، همه بر همون سبک و منوال هست. یعنی جسارت خلق تصویر جدید و یا سرلوح جدید و یا ساختار حتی جدیدی در بین هنرمندان اون روزگار نبوده و شاید هم بحث هزینه ها هست. یعنی دلشون نمیخواسته مثلا هزینه بکنن، پول خرج بکنن، همون وضعیت و چالشی که شاید امروز هم ما در موضوع کتاب باهاش کم و بیش مواجه هستیم که ناشر یا سفارش دهنده ترجیحش این هست که مثلا از یه سری کلیشه های ثابت، رایگان و مفت استفاده بکنه. عملا در اون دوره هم به نظر میرسه که چاپخانه دارها بر همین منوال کار رو دنبال کردن. البته در جزئیات تغییراتی وجود داره در این سرلوحه ها، اما قالب کلی و جای ثابت کتاب ها، جای ثابت سرلوحه ها یکی هست. یه اتفاق خارق‌العاده، اگر محبت کنید اسلاید بعدی رو، من شرمنده شما هستم، یه اتفاق خارق‌العاده‌ای در تبریز میفته در این وسط و اون انتشار یک اعلان هست. این میتونم بگم نادرترین اعلان تکبرگی هست که ما از اون دوره تونستیم تا امروز شناسایی بکنیم. عنوانش هست فرمان نشان شمسی. بعد از پایان جنگ دوم ایران و روس، عباس میرزا یک فرمانی رو صادر میکنه که طی اون فرمان به کسانی که تو اون جنگ شرکت داشتن نشانی داده میشه و توی این فرمان توضیح میده که این نشان چی هست و کسانی که این نشان رو دارن چه امتیازاتی، از چه امتیازاتی برخوردار هستن. و جالب توجه این هست که ما برای اولین بار یک نشان یا یک طرحی رو در دل متن میبینیم. در سرلوحه های قبلی همونطور که دیدید در کارهایی که در تهران انجام شده بود، با یک فاصله هرچند کوچک سرلوح در بالا قرار می گرفت و متن در پایین و این خیلی کار سختی نبود. اما این که نشان رو در
اصطلاحاً تکست وارپ تکست رپ بکنن، یعنی بیان یه طوری تنظیم بکنن که متن دورش چیدمان پیدا بکنه. این یک کار کاملاً تکنیکال و خارق‌العاده است که اون زمان چاپچیان اون زمان با محدود امکانات و محدود امکاناتی که در دست داشتن این کار رو انجام دادن. اما یه نکته جالب توجه داره و اون این هست که این نشان ابتدا چاپ شده و بعد متن چاپ شده. البته اگر لطف کنید اسلاید بعدی رو نشون بدید، در اسلاید بعدی یک مقدار واضح‌تر هست. اولا نکته قابل توجه این هست که همینطور که می‌بینید این طرح چاپ شده طرح پوزیتیو نگاتیو هست، یعنی با استفاده از ایجاد فضاهای خالی سعی کردن یک متنی رو در اطراف یک طرح قرار بدن، تقریبا مشابه کاری که مهرسازها در اون دوره انجام دادن. بررسی دقیقی من هنوز روی این نشان انجام ندادم، این نیازمند بررسی‌های آزمایشگاهی و عکسبرداری خیلی دقیق‌تر است. اما به نظر من این احتمالاً ابتدا یا روی کلیشه پلت فلزی یا روی پلت سنگی همون کاری رو که یک مهرساز انجام میده انجام دادن، روی کاغذ چاپ کردن. مشاهده میکنید که اون واژه واو خیلی در نزدیکی، البته اون دایره طلایی بعداً به متن اضافه شده به صورت دستی، اما اون واژه واو خیلی نزدیک به اون خدمتون عرض بکنم که نشان قرار گرفته و این احتمال رو خیلی برای ما قوی میکنه که این نشان ابتدا چاپ شده باشه. چرا؟ چون که ما عملاً نمیتونستیم اون زمان از این ابعاد این کلیشه خیلی کوچیک هست، این گرامر خیلی ریز هست و عملاً مثلا نمیتونسته یک کلیشه یک پلت مثلا چوبی باشه مشابه اون چیزی که در تهران میدیدیم و پیاده سازی یک همچین متن، یک خط شکست نستعلیق به این زیبایی خیلی کار سختی بوده روی پلت چوبی و عملاً میشه گفت غیر ممکن بوده. در هر صورت این یک کار خارق‌العاده‌ای هست که با محدودیت‌هایی که من نمیخوام خیلی راجع به این موضوع صحبت کنم، اما میخوام بگم با همه چالش‌هایی که در این موضوع وجود داشته، اما می‌بینیم یه همچین خلاقیتی رو نمونه عینیش وجود داره و به نظر میرسه که هم هنرمندها و هم چاپچی‌ها دنبال راه‌هایی برای خلق تصاویر این چنینی بودن. اگر اسلاید بعدی رو لطف کنید. من از اینجا رد میشم از صنعت چاپ حروفی، کلیاتش همین موضوعاتی بود که اشاره کردم و چالش هایی که باهاش درگیر بودن تا میرسیم به بحث چاپ سنگی. خب تقریبا از 1249 اولین کتاب در ایران چاپ چه در شهر تبریز. آقای این نمونه ای از دستگاه‌های چاپ سنگی هست که در اون دوره مورد استفاده قرار میگیره که آقای علیقلی خویی باز در خمسه نظامی 1264 این مجلس چاپ سنگی رو چاپ کردن. خیلی تصویر حتما دیدید در جاهای مختلف. اگر لطف کنید باز ببخشید اسلاید بعدی رو. آقای میرزا صالح شیرازی کسی هست که صنعت چاپ رو در انگلستان در یکی از بهترین چاپخانه‌های اون روزگار یاد گرفته، اما صنعت چاپ حروفی رو پیش کی کار کرده؟ پیش آقای ریچارد واتس کار کرده. آقای ریچارد واتس چاپخانه آکسفورد رو مدیریت میکرد، اما از یه مقطعی از اون چاپخانه منفک میشه، چاپخانه خودش رو اندازی میکنه. در یک دوره با انجمن کتاب مقدس همکاری‌های رو شروع میکنن و آقای میرزا صالح شیرازی برای حروف چینی و چاپ که ترجمه فارسی کتاب مقدس با آقای ریچارد واتس همکاری میکنه. بعد که به ایران میاد و تجهیزات و امکاناتی رو میاره، عباس میرزا میبینه که عباس میرزا صنعت چاپ رو در ایران راه اندازی کرده، کتاب‌هایی هم چاپ شده، دستگاه خودش رو به برادرش میده و عملاً خودش وارد مباحث دیپلماسی و به عنوان سفیر به کشور روسیه میره طی سفرهای مختلف. تو یکی از این سفرها در سال 1244 قمری در گوشه از کاخ ارمیتاژ با چاپخانه چاپ سنگی سلطنتی
امپراتوری روسیه آشنا میشه، این صنعت رو خیلی میپسنده. خیلی جالب هست که آقای میرزا صالحی که صنعت چاپ سربی رو در یکی از بهترین چاپخانه‌های اون روزگار فرا گرفته و یاد گرفته، متوجه میشه که این صنعت به مراتب بهتر از اون صنعت میتونه در ایران مورد استفاده قرار بگیره. این نشون میده که میرزا صالح شیرازی عملاً هم به سنت کتاب آرایی و کتابسازی ایرانی واقف بوده و هم با مشکلات و ضعف‌هایی که تکنیک چاپ سربی در اون روزگار باهاش درگیر بوده و چالش داشته آشنا بوده و میدونسته که این صنعت میتونه تا حد زیادی اون نقاط ضعف رو بپوشونه و عملاً با وارد کردن این صنعت به ایران ما شاهد یک دوره تحولی و دوره جدیدی هستیم از هم کتاب آرایی و هم کتاب سازی. تصویری که سمت چپ میبینید اولین کتاب چاپ شده در با تکنیک چاپ سنگی در شهر تبریز هست، یک قرآن که خوشبختانه امروز نمونه‌های متعددی ازش در کتابخانه‌های ایران موجود هست، هم در کتابخانه خدمتتون عرض بکنم آستان قدس، هم در کتابخانه مسجد خدمتتون عرض بکنم که مسجد اعظم در قم و هم در کتابخانه‌های دیگه‌ای. البته این تصویر از کتابخانه ملی اتریش در وین برداشت شده. اگر لطف کنید اسلاید بعدی رو. به فاصله کمی از انتشار این کتاب ما شاهد اولین تصویرسازی هنری توسط صنعت چاپ سنگی در ایران هستید. این تصویری که مشاهده می‌کنید که تصویر خارق‌العاده‌ای هست، اولین نمونه جلد شومیز در ایران هم به حساب میاد. یعنی از اینجا به بعد هست که چاپگرها و چاپخانه‌دارها به این پی میبرن که میتونن با استفاده از صنعت چاپ سنگی جلد هم تولید کنن و هزینه ساخت جلد رو هم در ایران با استفاده از این صنعت کاهش بدن. جالب توجه این هست که این تصویر هم رقم داره هم سال داره. سمت راست میبینید راغبه احمد موسوی 1250. اون تصویری که در کنار تصویر سمت چپ میبینید در وسط میبینید این تصویر آستر بدرقه هست. آقای احمد موسوی با هنرمندی تمام هم جلد رو و هم آستر بدرقه رو با استفاده از این تکنیک چاپ میکنن. ما یک گزارشی داریم که در سال 1236 تاریخش ما 1236 هست. یک آقای یک ژنرال روس برای خطاب عباس میرزا اون نامه‌ای رو نوشته و در اون نامه اشاره کرده که آقای اللهوردی خان افشار رو که شما برای یادگیری صنعت چاپ سنگی به تفلیس فرستادید، ما بهش این صنعت رو یاد دادیم و با یک دستگاه و امکانات و تجهیزات این رو برش گردونیم تبریز. ما آقای اللهوردی خان افشاری که از نقاشان دوستانی که در حوزه نقاشی دوره قاجار کار کردن این اطلاع رو دارن، یکی از نقاشان به نام در دربار و در دارالحکومه عباس میرزا بوده. نقاشی‌های متعددی ازش وجود داره، حتی نقاشی‌های دیواری خوبی ازش همین الان در تبریز هم موجود هست. و جالب توجه این هست که ایشون برمیگرده مطابق این نامه ولی هیچ اتفاقی رقم نمیخوره. از 1236 تا 1249 که این قرآن چاپ میشه، 1250 که این جلد چاپ میشه و ما نمیدونیم اساسا این آقای احمد موسوی کی هست، چی هست، کارش چی بوده، این فن رو کجا یاد گرفته، پیش چه کسی یاد گرفته. اما این کار ارزشمند و زیبا رو ازش سراغ داریم. رو 2 تا کتاب تا الان این کار شناسایی شده. یکی رو همین قرآن 1249 این جلد دیده شده، یکی هم در یک رساله‌ای به اسم نشانهای دولت علی ایران هست که حالا در اسلایدهای بعدی اون رساله رو هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما این یعنی نشون میده که این جلدی که ساخته شده روی کتاب‌های متعددی مورد استفاده قرار میگیره. خب ما اینجا تقریبا با یک نمونه حرفه‌ای از تصویرسازی مواجه هستیم که در ابتدایی ترین زمان ممکن خلق شده. اگر لطف کنید اسلاید بعدی رو، این 1250 بود. 1250 با فوت فتحعلی شاه قاجار
و بر تخت نشستن محمدشاه قاجار در دارالخلافه تهران، آقای محمدشاه قاجار به میرزا صالح شیرازی دستور میده که به تهران بیاد و ایشون خیلی جالب توجه هست که وقتی که به تهران میاد از قرار معلوم مثل این که شرط میکنه که من میخوام یه چاپخانه‌ای رو در تهران راه اندازی بکنم، بنابراین موفق میشه که باسمخانه تهران رو راه اندازی بکنیم. سندی که در سمت چپ به خط سیاق میبینید از جمله اسنادی هست که هزینه کرده باسمخانه تهران رو در اون مقطع به ما نشون میده و افرادی که در باسمخانه مشغول به فعالیت بودن. ما در این باسمخانه هیچ اسمی از احمد موسوی نمیبینیم، یعنی مشخص هست که آقای احمد موسوی، میگم ازش دیگه هیچ خبری حداقل دیگه تا الان ما سندی نداریم که آیا ایشون زنده بوده، کاری دیگه ای کرده یا نه، اما مطمئن هستیم که در باسمخانه تهران در کنار میرزا صالح شیرازی نبوده. و جالب این هست که ما اینجا به یه اسمی برمیخوریم به اسم موسی سیمینوف. موسی سیمینوف یک لهستانی هست که صنعت چاپ رو در اروپا یاد گرفته، به روسیه اومده، مدتی در روسیه هم کار کرده، همراه با ارتش روسیه به ایران اومده و به عنوان مستشار مشغول به کار شده و احتمالاً ایشون به عنوان کسی بوده که کارهای هنری رو در باسمخانه تهران دنبال می‌کرده. اگر محبت کنید اسلاید بعدی رو. اما چه کار هنری؟ اولین کتابی که در تهران در باسمخانه تهران چاپ میشه رساله نشانهای دولت علیه هست که همین رساله که میبینید رساله‌ای هست که اون سربازه هیچ ربطی به این رساله نداره، تزیینی هست. این رساله بسیار ساده هست. میبینیم اینجا ما با سرلوح رو نداریم، هرچند کتاب یه فضای خالی در بالاش مشاهده میشه. این فضای خالی رو محدودیت هایی که صنعت چاپ داشته و علاقه‌مندی که حکام و تجار و یا صاحب نامان لشکری و کشوری داشتن، سعی میکردن یه فضای خالی ایجاد کنن. فضا رو در قرآن 1249 هم شما میبینید که بعداً هنرمندا با دست سرلوح و یا تزیینات دیگر رو بهش اضافه بکنن. یعنی هنوز در چاپ سنگی ما اینجا فن طراحی سرلوح رو باز نداریم. این هم به خاطر محدودیت‌های فنی بوده که تو ترکیب، این دقت کنید به این نکته، تو ترکیب تصویر با متن اون زمان وجود داشته. چرا؟ چون اساساً متن رو خوشنویس یا کاتب باید کار می‌کرده و اصولاً خوشنویس روی کاغذ این کار رو انجام میداده، رو کاغذ انتقال، اما تصویر رو هنرمند روی سنگ انجام میداده به صورت مستقیم. برای همین اینها دو تا فضای مختلف بودن که باید کارها در دو فضای مختلف انجام می‌شده، لذا امکان تلفیق در اون دوره هنوز وجود نداشته. اگر محبت کنید اسلاید بعدی رو. اما تو همین کتاب ما شاهد هنرنمایی دیگه‌ای هستیم. موضوع این کتاب چی هست؟ نویسنده این کتاب حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه هست که این کتاب در اصل کتابی هست که قانون اهداء نشان در حکومت محمدشاه قاجار هست. قوانینی که وضع میشه که چه کسایی باید بهشون نشان داده بشه، ما چند نوع نشان داریم، این نشانها چه شکل و یا شمایلی رو دارن و کسانی که این نشانها رو دارن تقریبا مشابه همون اعلانی که در تبریز در سال 1244 چاپ شده بود که راجع بهش صحبت کردیم، این نسخه کاملتری از اون اعلان هست. خب این قاعدتاً باید کاری که انجام میشد این هست که این تصاویر نشانها هم باید در اینجا منظم میشه تا کسانی که این قانون رو میخونن بدونن که مثلا اگر این آقایی که این نشان رو زده، این نشان تو چه لولی هست، تو چه درجه‌ای هست و حالا باید تا چه حدی بهش احترام بکنن، کجای مجلس بشینه و چه امتیازات و یا چه امکاناتی رو میتونن در اختیارش قرار بدن. خب این کتاب رو میخواستن چاپ بکنن، به فکرشون این میرسه که خب حالا ما میتونیم پس با استفاده از تکنیک چاپ سنگی و تصویرسازی این نشانها عملا این امکان رو ایجاد بکنیم که عینیت پیدا بکنه این نشانها برای خوانندگان این تصاویر و عملا این اتفاق میفته. در اون صفحه میبینید که ما ترکیب متن و خدمتون عرض بکنم که نشان رو داریم، اما این ترکیب هم یک ترکیب دوباره است، یعنی متن چاپ شده و بعد نشان روش قرار گرفته. اگر اجازه بدید اسلاید بعدی بیاد. خب
از اینجا به بعد ما وارد چاپ روزنامه میشیم. این قبل از روزنامه بوده. ما تا اینجا هر چیزی که چاپ شده یا اعلان بوده یا کتاب بوده. خب حالا در روزنامه ها چه اتفاقی میفته؟ آقای میرزا صالح شیرازی در همین باسمخانه تهران تصمیم میگیره که یک روزنامه ای رو با عنوان کاغذ اخبار راه اندازی بکنه. این شماره 0 روزنامه کاغذ اخبار هست، یعنی به عنوان مثلا پیش شماره میتونیم در نظر بگیریم. همونطور که میبینید بسیار ساده هست، مثل یک اعلان ساده، هیچ آرایه تزیینی نداره و هنوز این چالش وجود داره در باسمخانه تهران که نمیتونن از تصویر در روزنامه ها بهره بگیرن، حتی در حدی که به عنوان سرلوح ازش بخوان استفاده بکنن. اما کمتر از 1 سال بعد، یعنی در اسلاید بعدی، من شرمنده شما هستم، اتفاقی که میفته کمتر از 1 سال بعد برای اولین بار همون تصویری که میبینید ور وسط، نشان شیر و خورشید در بالای این روزنامه دیده میشه و عملاً این تجربه به وقوع میپیونده و آغاز میشه که خب ما باید روزنامه هامون یک بخش بالایی داشته باشه که نشان روزنامه‌مون یا نشان حکومتیمون، خب نشان شیر و خورشید نشان حکومتی بوده، مثل همون سرلوحه هایی که در کتاب های چاپ سربی تهران پیش از این دیدید. اما اون شیر و خورشید رو میبینید خیلی بی‌کیفیت هست، خیلی تصویرسازی درجه یکی نداره. اما نسخه بعدی یه نسخه با کیفیت تری هست که حالا از نزدیک باز میبینید و جالب توجه این هست که خیلی شیرش هم شیر متفاوتی هست به نسبت حتی اون شیرهایی که در سرلوحه های هم قاجاریه و هم اروپاییه، که حالا من این احتمال رو میدم که خود آقای سیمینوف این شیر رو طراحی کرده باشه، یعنی اون هنر ایرانی در طراحی شیر در این شیر دیده نمیشه، یعنی شیرش یه مدلی مثل اروپای شرقی طراحی شده، اون مدل سیبیلش و بیالا کوپالش خیلی عجیب و غریب هست. در هر صورت اما از اینجا به بعد عملاً این اتفاق میفته که این سرلوحه پای ثابت روزنامه‌های اون روزگار میشه و عملاً اگر اسلاید بعدی رو لطف کنید و بعد این روزنامه تا سال 1253 یا 4 بیشتر منتشر نمیشه. ما بعدش دیگه انتشار روزنامه رو نداریم تا روزنامه وقایع اتفاقیه که با تکنیک چاپ سنگی منتشر میشه. ما از اولین شماره تلفیق شیر و خورشید و سرلوح و کتیبه رو داریم. خب این اتفاقی که میفته این هست که بالاخره این تجربه اینجا به کار میاد بعد از سالیان سال 1267، یعنی از 49 تا 67 خب زمان زیادی میگذره. توی این فاصله کتاب‌های متعددی تصویرسازی شدن، عملاً تلفیق تصویر با متن تجربه شده، آموخته شده، نمونه‌های متعددی ازش می‌بینیم. تصویرگران خیلی خوبی ما توی همین فاصله زمانی در تهران و در تبریز داریم که کار تصویرسازی رو دارن انجام میدن و عملاً فن چاپ یه فن قابل به قول معروف گفتنی تعریفی شده و آموختن این فن هم خیلی فراگیر شده. هم در تهران و هم در تبریز چاپخانه‌های خصوصی متعددی هم تأسیس شده. این نکته رو اشاره بکنم که ما تقریباً تا انتهای دوره حکومت محمد شاه قاجار عمده بار چاپ کتاب و روزنامه رو دوش چاپخانه حکومتی بوده، چاپخانه‌های دولتی بوده، اما تقریباً از اواخر این دوره تأسیس چاپخانه‌های خصوصی هم اتفاق میفته. اما با این حال میبینید که در شماره‌های بعدی این روزنامه خیلی کار ساده‌تر دنبال میشه. یعنی در روزنامه وقایع اتفاقیه باز هنرمند به نظر میرسه که حالا یا صاحبکار پولشو نداده
یا باز امکانات و تجهیزات در اون حدی نبوده که اینها بتونن کار رو پخته تر ارائه بدن. شیرها خیلی متفاوت میشن، یعنی اگر شما همه این شماره های روزنامه وقایع اتفاقیه رو ببینید، یک حالت سینوسی کوسینوسی عملا مشاهده میکنید که این شیرهای لاغر شدن، چاق شدن. اگر اسلاید بعدی رو لطف کنید، این یال و کوپالشون کم شده، زیاد شده، یه جاهایی خوبه، یه جاهایی اصلا خوب نیست، یه جاهایی خیلی با کیفیت هست، سایه روشن‌های خیلی خوبی استفاده شده یه جاهایی مثلا، اما به یه جاهایی هم به هیچ وجه موارد این چنینی اصلا رعایت نشده. میبینید این آخرین شماره‌ای که در اسلاید بعدی الان دارید میبینید مثلا مال سال 1000 رو خدمتتون عرض می‌کنم 269 هست دیگه، که عملاً فرم صورت هم فرق میکنه. مثلا تو این آخریه فرم صورت کاملا شیر داره به شما نگاه میکنه، تو قبلی ها داره به سمت روبرو نگاه میکنه. خب یک وحدت رویه‌ای حتی در طراحی این شیرها هم وجود نداشته و هنرمند با هر حالتی که بوده و یا اون حقوقش رو میگرفته یا نمیگرفته از دارالحکومه، این شیرها رو به نظر میاد که طراحی میکنه. اما تو همین سالها هست که هنرمند بی‌بدیلی به اسم صنیع‌الملک از اروپا به ایران اومده. اگر اسلاید بعدی رو لطف کنید و صحبت من هم تمام هست، عذرخواهی میکنم از محضر شما که پرحرفی کردم و البته از محضر استاد کلهرنیا. هنرمند بی‌بدیل اون دوران آقای صنیع‌الملک از اروپا چند سالی هست که به ایران اومده، اما کار چاپ انجام نمیده، علی‌رغم اینکه فن چاپ رو در اروپا و در ایتالیا آموخته، به خوبی هم آموخته، یعنی هم با تجهیزات و امکانات خوب روز دنیا کار کرده و آشنا بوده و هم اینکه عملاً این تجربه رو در یک کشور که مهد این صنعت و مهد این فن هست آموخته و یاد گرفته و از طرفی هم به نظر میرسه که وقتی که به ایران اومده هم این فن رو بالاخره کم و بیش تمرین کرده. به دستور و فرمان ناصرالدین شاه مسئولیت این روزنامه بر عهده ایشون گذاشته میشه و ما عملاً دور جدیدی در طراحی سرلوحه‌های روزنامه‌های چاپ سنگی اون دوران شاهد هستیم و البته خود فن روزنامه نگاری و تصویرسازی اون تصاویر فوق‌العاده‌ای که کاملا عکس نما هستن، بسیار شبیه به عکس هستن، دقت قلم بسیار بالایی دارن. به نظر میرسه که تجهیزات بسیار خوبی هم ایشون داشته. فاصله طراحی هایی که مثلا کسی مثل صنیع‌الملک انجام داده با طراحی یکی از بهترین طراحان و تصویرسازان اون دوره مثل علی قلی خویی بسیار زیاد هست که باز این هم نشأت گرفته هم از روی آموزش هایی هست که صنیع‌الملک در اروپا دیده و در ایتالیا و امکاناتی که در اختیارش بوده. میبینید که این دستگاه چاپی هم که اینجا فخر فروشی کرده به عنوان دستگاه چاپ روزنامه وقایع اتفاقی که البته بعداً تغییر اسم پیدا میکنه به عنوان روزنامه دولت علیه ایران، همینطور که میبینید عکس این دستگاه رو هم در ذیل عکس خودش و فرمانی که در متن بالا اومده منتشر میکنه. به یک نوعی به نظر میرسه که میخواسته بگه که خب ما داریم با این دستگاه و با این امکانات بروز، دیدید گوشی‌هاشون رو دستشون میگیرن یه جوری، ایشون هم سعی کرده همچون حالتی بگه من الان یکی از بروزترین و مدرن‌ترین دستگاه‌های چاپ رو آوردم. میخوام عرض بکنم که اینجا اون دغدغه ابزار و امکاناتی که من در ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم به نظر میاد که رفع شده و برای همین هم هست که ما با نسخه با کیفیتی از یک البته این تصویر نمیتونه اون حس و حال اون روزنامه اصلی رو برسونه، اینکه دارم میگم با کیفیت، واقعاً با کیفیت هست. و آغاز دوگانگی سنت و تجدد هم تقریباً از این روزنامه به بعد شروع میشه. همینطور که در همین تصویر میبینید، این تصویر یک شیر و خورشید ایرانی هست که در یک فرم اروپایی، یک قالب اروپایی یا یک حاشیه اروپایی قرار داده شده و عملاً ما شاهد این نوع هنرنمایی‌ها از این به بعد در این روزنامه و کتاب‌های بعدی هستیم. خب این هم نشأت گرفته از تحصیل و آموزش این فن در اروپا داره و علاقه‌مندی که بالاخره هنرمندی مثل صنیع‌الملک برای استفاده از اون آموخته‌های خودش در اروپا در نقاشی‌های ایرانی به یک نوعی استفاده می‌کرده.
من بحثم رو اینجا تمام میکنم. نمیدونم چقدر صحبت کردم، در هر صورت پوزش میطلبم و عذرخواهی میکنم. مرسی، متشکرم آقای جلیسه، سلام. لطف کردید. بسیار ارائه جذابی بود، خیلی یاد گرفتیم. واسه خود من که خیلی آموزنده بود، حتما دوستان هم خیلی استفاده کردن. ممنونم ازتون. خب من میخوام اینجا از جناب آقای کلهرنیا خواهش بکنم که در مورد چاپ سنگی در دوران حالا قاجار و مطبوعات و حالا معضل‌ها و چالش‌هایی که برای طراحان اون موقع ایجاد می‌کرده یک توضیحی برای ما بفرمایید استاد. توجه میکنم. خواهش میکنم. سلام و عرض ادب. یک داستان سالها پیش شنیدم که یک بار شاملو برای گویا درمان و کار به اروپا میره و همزمان میشه با اینکه یک فستیوال بزرگ شعر، مهمترین فستیوال شعر جهان، اونجا تحقق پیدا میکنه. اینا میفهمن که شاملو هم آمده به اروپا، در آلمان بوده اگر اشتباه نکنم، و این بر اونور میگردن و شاملو رو دعوت میکنن که در افتتاحیه باشه. و دبیر جشنواره پشت تریبون میره میگه که ما امشب یک شانس عجیب داریم، شاملو اینجاست و من دلم نمیخواد حرف بزنم، میخوام تمام برنامه رو به هم بریزیم که شاملو با ما گپ بزنیم. شاملو پشت تریبون میره میگه من میتونم برای شما یک شعر بخوانم و شعر مشهور پریا رو میخوانه به فارسی. حالا ملتی که اون روبرو بودن از امریکای جنوبی با زبان اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، بنگالی، از تمام جهان، بزرگان اندیشه و فرهنگ و شعر. و وقتی که شعر تمام میشه دبیر فستیوال میره پشت تریبون میگه که من جرأت ندارم حرف بزنم، امشب تمامه. چون جلیسه همه کارو گفتن، چیزی برای من باقی نماند. شرمنده ما درس پس دادیم واقعا. استاد عزیز من، واقعا افتخاری که در خدمت شما، برای من افتخار در خدمت شما هستم. با تأخیر طولانی چند هزار ساله که شما رو زیارت نکردم و یاد گرفتم. دوستان گرامی، جناب جلیسه جزو مستقل ترین پژوهندگان تاریخ اندیشه و تفکر امروز ایران هستند که با پیگیری بسیار شگرف شخصی خودشان و دسترسی بی‌نظیری که به منابع متفاوت دارند در حوزه تاریخ، اندیشه و فرهنگ و هر چیزی که در کتاب میتونه جایگاه داشته باشه کار انجام دادن و هم نفس شدن با ایشان، کنار ایشان بودن افتخاری است. و انجمن صنفی طراحان گرافیک با همت دوستان جناب سوادکویی عزیز، استاد بلوچ گرامی که متاسفانه نتونستن تشریف بیارن، جناب احتشامی بسیار گرامی که بعد از سالها من امشب ایشان رو زیارت کردم، واقعا یک اتفاق متفاوت رو تحقق دادند. حضور جناب جلیسه پروزنی بسیار جدی به این معنا بخشید. حرفای من حاشیه بر فرمایش‌های ایشان حتی نیست، دور از این موضوع است و من میکوشم که فشرده گپ بزنم برای اینکه حوصله سر نره. استاد عزیز، شما بارها ضمن فرمایشتان به کشمکش نه اما تضاد میان نوعی و سنت اشاره کردید و بسیار دقیق و پابرجا بود این فرمایش. من میخوام از جای دیگری اجازه بفرمایید گفتگو رو شروع کنم. چاپ سنگی بر حسب یک اتفاق شکل گرفت. یک جوان آلمانی در منطقه وایمار آلمان یک روز توی کارگاهی که کار میکرده، گفته میشه ترانه خوان بوده، من یه خورده شک دارم حقیقتا بنا به دلایلی، به نام سنفلندر، اینجور چیزی اگر اشتباه نکنم با حافظه پیر سالم. این شوق داشته که ترانه هاش رو تکثیر کنه و صنعت چاپ در اروپا بسیار گران قیمت بوده، مثل همه جای جهان. صنعتی که چینی ها خلق کرده بودن و اروپایی ها مالک شده بودن. این یک روز بر اساس تصادف میبینه یک سنگ اونجاست، سنگ چرب شده و آب روش ریخته شده، آب رفته اونور، چربی ها اونورن. توجه جلب میکنه، برمیداره نگاه میکنه، میبینه که اون سمتی که چربیه آب رو تارانده و روی این کار میکنه. ما پیرامون خودمان در روزمره زندگی هزاران چیز میبینیم و میگذریم، اون نمیگذره.
متوقف میشه و با مقداری مرکب قلتکی رو میسازه، روی اون صفحه سنگی مرکب میماله. میبینی که مرکب چرب روی بخش چرب مستقر میشه، اما آب مانع میشه روی بخش به اصطلاح خیس مرکب بنشینه. یک کاغذ میذاره، با یک چیزی میکشه، برمیداره، ببینه وارونه تصویر منتقل شد. صنعت چاپ لیتوگرافیک تحقق پیدا کرد از تفاوت میان منش آب و روغن. به همین سادگی یک مسئله بسیار مهم به روش جدیدی پاسخ داده شد و این آدم شروع میکنه سنگ ها رو میگرده پیدا میکنه و یک شانس بسیار جدی داشته، اینکه در وایمار آلمان سنگ آهک بسیار خاص، پرتراکم، یک دست و بسیار گرامی وجود داره. امروز دست پیدا کردن بهش بسیار سخته و دیگه بسیار استخراج کردن. این سنگ یکه بی همتای بی رگه رو پیدا میکنه، تراش میده، مهیا میکنه. برای اینکه ما بخوایم یک چاپ سنگی انجام بدیم، لیتوس یعنی سنگ، گراف بیشتر خراشیدن معنی میده، ولی امروز ترسیم معنا پیدا کرده. برای اینکه این کار انجام بشه ما نیاز داریم که سطح سنگمون رو آماده کنیم، یک سطحی که تخت باشه، تراز باشه و آماده باشه، بخاطر که میخوایم از اون یک نمونه دیگه بگیریم. این ترازی بیکوژ و خم بودن بسیار مهمه. سنگ دیگری رو میابه، یک جور سنباده، اسم این سنگ تریپولیه. یک سنگ فسیلی است که از صدف نرمتنان دریایی چند میلیون سال پیش از این حاصل شده. پوسته سیلیسی زبر مخصوص دارن، ریز و درشت. تریپولی رو پیدا میکنه، ببینه اگر تریپولی رو روی این بماله یک جور تراش دادن وجود میاد. چرا به این تراش احتیاج داشته؟ باید که روی کاغذی که ما کار میکنیم کاغذها بافت دارن، به این بافت طراحان دلبستگی دارن، کاغذها گوناگونی دارن، ریز درشت. همه شما برون طراح تجربه کردید. این جوان به ظاهر آوازخوان مثل اینکه کمی هم خلق طراحانه داشته، به این بافت دلبسته بوده، با تریپولی میکوشه که روی سنگ بافت دلخواهش رو بسازه، کمی زبطر، کمی نرمتر، ریز درشت، به قول امروزی ها ترام بسازه، بافت بده، نقطه نگاری کنه. روش این کار این است که یک مشته تریپولی رو انتخاب میکنیم در یک سطح مناسب، خود اون رو تخت میکنیم، بعد با چرخش‌های دایره‌ای از چپ به راست، از راست به چپ حرکت میکنیم، بعد از بالا به پایین، از پایین به بالا. حداقل باید 4 بار سنگ رو با این کار ساب بزنیم. زبری یا نرمی تریپولی ما بافت سنگ آهکی ما رو شکل میده. حالا درست مثل یک طراح که میخواد روی کاغذ طرحش رو بکشه، میتونیم یک مداد یا ابزار چرب برداریم، روی سطح سنگ ترسیم انجام بدیم. همین جاست که یکی از تفاوت‌های بسیار جدی میان چاپ سنگی ایرانی و اروپایی شکل میگیره و در کمال تأسف هیچ کدام از منابع کنونی ما درباره این تفاوت مهم یک کلمه من ندیدم که بخوان بهش نگاه کرده باشه. البته طبیعی میدارم چون طراحی پایه نگرش من است درباره این ماجرا و این یافته رو برای اولین بار خدمت شما به زبان میارم. در سنگیکاری اروپایی از این بافت بهره برده میشد، درست مثل کار کردن طراحی روی سطح یک مقوا. در وقتی ما چاپی رو از سنگ بر می داشتیم، درست مثل این که اون رو ترسیم کرده بودیم، یک کپی مجدد از طراحی ما شمرده میشد. شما اگر به موزه های جهان مراجعه کنید و آثار لیتوگرافی نقاشان و طراحان رو ببینید، گذر این بافتای گوناگون رو میبینید. روی سطح زبر کار انجام شده. ما میتونیم زبری رو بیشتر کنیم، کمتر کنیم، نرمتر کنیم یا هر چیزی دیگر. در ایران در چاپ سنگی این مطلق وجود نداره، مطلق. و سنگیکارای ایران راه حل اختصاصی خودشون رو پیدا کردن. ما وقتی درباره تکنیکا و روش کار اونها گفتگو میکنیم نمیتوانیم به اتفاقات فنی کارشون بی توجه باشیم. سنگیکارهای ایران محدودیت داشتن، همونطور که استاد عزیز اشاره کردن ضمن فرمایش به شکل‌های متفاوت. دسترسی اونها دسترسی دست دوم به یک فن اروپایی بود که از مسیرهای عجیب قاچاق به ایران آمده بود.
از روسیه تزاری به ایران آمده بود و ایرانی ها با لحن روسی این چاپ رو یاد گرفته بودن، از استادکاران روسی نه از استادکاران اروپایی. این دوتا اختلاف دارند، به شدت اختلاف دارند و منش روسی و سایه‌سار نوع نگاه اونها در روش کار چاپگرهای ایرانی وارد شد. خب موضوع پیچیده دیگری وجود داره، از جمله اینکه من تنبلی کردم، اگر نه شوق داشتم چند بار بهش فکر کردم، منو ببخشید استاد، میتونستم یک پدیده جالب رو اینجا بیارم و شما ببینید. من اولین سنگ، یعنی یک سنگ از اولین دستگاه لیتوگرافی که به تبریز وارد میشه رو مالک هستم. احتمالاً تنها مالک این سنگ هستم. عتیقم نگهداری میکنم گاهی اوقات که گوشه این سنگ شکسته به دلیلی که خدمتتون عرض خواهم کرد. این سنگ به تدریج ساب میخوره، یعنی عمر مفید داره. سنگ‌های آهکی سنگ‌هایی هستند نرم، تراش‌پذیر که به اسید جواب میدن. اسید اونها رو میتونه حل کنه، از اسید نیتریک یا تیزاب، با کنترل معین، با به اصطلاح قدرت‌های مختلف برای کار بر این سنگ استفاده میشد در دراز مدت. اما ایرانی‌ها راه حل‌های عجیب پیدا کردن و به شیوه‌های خاص خودشون چاپ سنگی رو ایرانی کردند. یعنی اون چیزی که ما داریم از فرایند اندیشه و ضرورت‌های کار ایرانی بیرون آمده. دوستان خوب، چند گرهگاه مهم وجود داره که درباره اونها باید بدونیم. استاد اشاره کردن چاپ سربی، حروف سربی به ایران وارد شد، اما دوام نیاورد. شما امروز اگر جستجو کنید میگن به سبب اینکه ویرایش متن‌ها، حروف ریزی، حروف چینی کارهای دشواری بود، ایرانی‌ها نتونستن باش توافق کنن. نه، موضوعی نیست. شاید کمی این موضوع دارای اهمیت بوده و باید بهش توجه کنیم. موضوع این است که ایرانی صاحب یک قلم نوشتاری بود که خصلت اون و ارزش اون پیوسته نویسی بود. شما که بر موضوع فونت و قلم کار میکنید، این موضوع رو باید بیش از همه مورد علاقه قرار بدید. قلم فاخر ایرانی وقتی که روی کاغذ می نشست حرکت میکرد، سفر میکرد، جابجا میشد، برداشته میشد و دوباره این اتفاق رخ میداد. یعنی نوشتار فارسی، الف ب پ ت س فارسی، دوستان عربی نه، فارسی، این دستگاه الفبای ایرانی است. ما او رو ساختیم. کنجکاوی کنید که چرا من اصرار دارم او رو ایرانی بشمرم. در این رفتار قلم هزاران معنا و جادو وجود داره و ایرانی نمیتونست از این رفتار دل بکنه. وقتی که حروف سربی به بازار ایران وارد شد، تک تک حروف باید کنار هم چیده می شدند. این جدا بودن حروف برای چشم بسیار متفاوت ایرانی یک ضایعه شمرده می شد. نتوانستند باش کار کنند، نتوانستند اون رو بپذیرند. چاپ سربی در ایران نتوانست ریشه بدوانه به سببی که جامعه که به دستگاه نوشتاری فارسی خو گرفته بود نمیتونست با اون کار کنه و اون رو پس راند. اینجا یکی از ضایعه‌های مدنی ما در دوران جدید تحقق پیدا کرد. حروف سربی به مثابه یک دستگاه ارتباطی برای چاپ در مدنیت‌های گوناگون در اروپا، در جاهای دیگر جهان به شدت کار کرد، رشد کرد، توسعه پیدا کرد، سرعت پیدا کرد. گارس حروف‌ها متحول شدند، امکان طراحی فونت به وجود آمد. اولین دستگاه‌های ابداعگر ریختسازی قلم‌های تایپ چاپ سنگی شکل گرفت و اینا همه یعنی رشد. جامعه اروپا به کتاب مفتی دسترسی پیدا کرد، این یعنی ترقی. جامعه رشد کرد. اما ما گیر چاپ سنگی افتادیم. چرا؟ چون مبتلا به یک قلم نوشتاری بودیم و شوق داشتیم که اون رو از کف ندیم. یعنی انگیزه زیبایی شناختی ذاتی ایرانی و گرایش او به مدل‌ها و گونه‌های بیان سبب شد که ما به چاپ سنگی دلبستگی پیدا کنیم. نکته دیگری وجود داشت. در چاپ سنگی این امکان فراهم بود که شمایل نگاری تحقق پیدا کنه. استاد اینجا هستن و خطاهای من رو قطعاً اگر ضروری بشمرن اصلاح خواهند کرد. دربار ایران کنار چاپ سنگی ایران بود. دربار ایران شما بذارید فقط به عنوان اشاره عرض کنم، این که ما می‌بینیم که آقای ناصرالدین شاه ایرانی اینقدر به شمایل شخصی خودش دل بسته است که روی نلبکی میده در چین شمایل نگاری پورترش رو انجام بدن.
روی حقه وافور من خودم دیدم. تمثال ایشان نقاشی شده بود، شاید شما هم دیده باشید توی کلکسیون‌ها و موزه اگه برید میتونید ببینید. این شوق بسیار جدی برای اینکه تمثال ملوکانه حضرت اشرف فئودال بزرگ توسط مردم رعایا دیده بشود در چاپ سنگی یک اثر به بار آورد و سنگی نگاران ایرانی به شمایل نگاری متمایل شدند. شما یک واژه‌ای رو در ادبیات رایج هنری احتمالاً شنیدید، میگن اهل سیاه قلمه. این طرح سیاه قلمه، سیاه قلمکاری از چاپ سنگی بیرون آمد، جز واژگان معاصر ما دیگه شمرده نمیشه، اما هنوز داریم به کارش میبریم. من بارها او رو شنیدم، گاهی میان پیش من شما سیاه قلم هم درس میدید؟ نه، من سیاه قلم درس نمیدم. این به سنت سنگیکاران ایرانی متصل بود که مکلف بودند در هر روزنامه، کتاب یا جای دیگری شمایل فردی رو احتمالاً اگر بشود ترسیم کنند. همون سیاه قلمکاری است که این شیرهای دژم ایرانی رو در چاپ سنگی وارد میکنه، نشانه ها و کدهای دیگر. اما باز اتفاق اینجا متوقف نمیشه. در سنگیکاری ایرانی وقتی ترام رو حذف کردن، یعنی بافت رو، ریز بافت رو حذف کردن، چی جای اون ماند؟ سنگ رو صیقل دادند. من سنگ سنباده یا تریپولی رو در روند کنجکاوی های شخصی خودم در منطقه قصر شیرین مرز ایران و عراق پیدا کردم. این سنگ با بافتای گوناگون وجود داره، در مرز خسروی به صورت لایه بندی شده وجود داره و میشه از اون بهره برداری کرد. بسیار هم برندگی و خوبی داره. به این سنگ حسان گفته میشه، واژه کهن ایرانی است و به شکل جاری برای تیز کردن چاقو از استفاده میشه. اما چاپگران ایرانی به این سنگ آگاه نبودند و دسترسی نداشتند. در روند پالیش دادن سنگ ها به سطح شیشه‌ای رسیدند. این سطح شیشه‌ای به اونا اجازه نمیداد که بافت رو در طراحی وارد کنند. چه کار کردند؟ سطوحی رو که می ساختند، مرکب گیر بهش گفته میشه، سطوحی رو که مرکب رو دریافت میکرد با سطح صیقلی اون رو به کاغذ برمیگرداند. توده های تاریک بسیار قوی از تیرگی مرکب بر سطح کاغذ مینشست. راه حل پیدا کردند، ایجاد بافت کردند. سیاه قلم اینجا تحقق پیدا میکنه که طراحان با هاشور زدن، با نقطه نگاری کردن مانع رو از سر راه خودشون برداشتن و کوشیدن حجم پردازی رو که یافته نوینی بود و از اروپا، از هنر اروپا اخذ شده بود، در کارهای خودشون به کار ببرن. یعنی ما با سطوح چاپی روبرو هستیم که مرکب بر سطح تخت نشسته، اما از طریق پراکنده کردن نقطه ها تیره تا روشن و حجم پردازی و سایه زدن تحقق پیدا می‌کرد. اما مشکل بعدی، مشکل این بود که سنگ ها عموماً وارداتی بودند. خود لیتوس سنگ چاپ از اروپا به ایران می آمد، قاچاق می شد، از طریق شمال ایران به ایران می آمد و شمال ایران منطقه جنگی بود. کشمکش، دعوا، نیروهای انقلابی این راه بسیار پرمانعی بود و همیشه استاد اشاره کردن منابع کاغذ کمیاب بود، گران قیمت بود، مرکب نایاب بود، بسیار نایاب بود، سنگ وجود نداشت، دستگاه قاچاقی باید به ایران وارد میشد و خیلی چیزهای دیگر. و هنرمند، اندیشمند، طراحان نسل اول ایران یکی یکی به این موانع غلبه میکردن، اما سنگ رو نتوانستن موضوعش رو حل کنن. سنگ ظرف مدت کوتاهی مثل چی آب میشد، از یک جای به بعد میشکست. چرا؟ چون در چاپ ایرانی یک تفاوت دیگه به وجود آمد، تفاوتی که بسیار مهمه و باز مورد توجه قرار نگرفته. دستگاه‌هایی که از اروپا آمده بود دستگاه‌های قلتکی بود. یک صفحه زیرین وجود داشت، قلتک در بالای اون بود، کاغذ و نمد میان او قرار می گرفت، مهیا می شد و بعد با چرخاندن یک دسته سنگ و کاغذ و قلتک از زیر هم رد می شدن و قلتک به صورت یک تیغه یا خط با فشار خودش که توسط دو تا پیچ در دو سمت تنظیم می شد فشار رو روی سنگ منتقل می کردن و مرکب به کاغذ برگردانده می شد. اما این تکنیک توسط چاپگرای ایران متحول شد، کار دیگری انجام دادن، بخاطر که مایل بودند بازار کار اونها میطلبید که تیراژ داشته باشند. لیتوگرافی اروپایی به تیراژ پابند نبود.
لیتوگرافی ایران، لیتوگرافی اروپا خیلی زود با چاپ سربی فضاش پر شده بود. نشر اروپایی نشر سربی شده بود و اینجا چاپ سنگ رو گذاشتن به عنوان عتیقه اون کنار، باش کار نکردن. حروف سربی چیده میشد، زینک هم حکاکی میشد، داخل هم چیده میشد، بست میخورد، بسته میشد، مرکب گذاری میشد، کار میشد. ما این امکانات نداشتیم. چاپ سنگی جای همه اونا رو گرفت. صنعتگران ایرانی ضرب رو جای اون گذاشتن. ضرب یعنی اینکه به هم بخوره، سنگ ها میشکست. اینجا اتفاق خیلی عجیبی رخ داد که باز در گزارش ها شما پیدا نمی کنید، با که دوستان ما کار سنگی انجام ندادن و آشنا نیستن که چه اتفاقاتی رخ داده. در سنگی کاری ایران کوشیدند با زدن ضرب کاغذ رو با ضرب کوبیدن بر سطح سنگ برگردانن. این تکنیک چی بود؟ تکنیک مهر عتیق ایرانی بود که در قلمکار ایرانی به کار رفته بود. یک قلمکار از چوب یک شالوده قلم رو از چوب گلابی می ساختن. اینجا من دارم میتونم خدمتتون نشان بدم. این رو توی رنگ میکوبیدن و اون رو استادکار میکوبید روی سطح پارچه. این بله این دقیقاً همین موضوعه. یکی از نمونه‌های بسیار فاخر و ظریف قلمکار تاریخی ایرانی است. آدم ایرانی این ضرب قلم رو تجربه کرده بود و این ضرب رو به چاپ سنگی برد. ببینید چه تقاطع‌های جالب و جذابی وجود داره. بسیار جالب و جذابه. اما موضوع مهم که کنترل کردن این بود که این دوتا در سطح موازی به هم برخورد کنن. دستگاه چاپ سنگی عتیق ایرانی با زاویه این میامد حرکت میکرد، روی این میشست. این دوتا در یک نقطه دقیق باید به هم میرسیدن. اگر بی دقت بود یک سمت کار سفیدک میزد. به هم صاحب دستگاه ها در ایران متحول شدن. ما چاپ سنگی ایرانی ساختیم دوستان خوب من. این بخش از سرنوشت ملی ماست. چاپ سنگی این همه پژوهش دانشگاهی من دیدم دانشجویان عزیز ما انجام دادن، متاسفانه در پوسته موضوع باقی ماندن و این نکات مهم دیده نشده. فنونی که ما به کار بردیم هم برای ما دردسر ساخت هم به ما امتیاز داد. اولین دردسری که این ضرب، صدایی که میزد و ضربی که میزد یک مشکل بود. این سنگ زیرین ترد شکنه و وقتی یک چاپ گرفتم دو چاپ گرفتم دائما هر بار چاپ میگرفتم با تراشیده میشد، با دوباره سیقل میخورد، تریپولی میخورد، حسان میخورد و این لاغر میشد. یک جایی به بعد این میشکست. کما که سنگی که من دارم یک گوشه بزرگ ازش کنده شده، سنگ سالم هم دارم البته، یک گوشه اون شکسته و این نشان اینه که این از مدار کار خارج شده. سنگ دیگری رو من دیدم، متاسفانه مالک اون نیستم، که این سنگ دقیقاً یک گرید روش هست، چاپ شده، ترسیم شده با رنگ قرمز. یعنی مشخصاً نخستین مستر گرید برای حروف چینی و تبعیت از یک مدار نوشتاری در لیتوگرافی کهن ایرانی طرف علاقه و توجه بوده و بهش دسترسی داشتن. نخستین دستگاه چاپ سنگی که به ایران آمد در تبریز توسط استاد ابراهیم احراری سال 1353. درست میگم؟ شما باش کار کردید. سال 1353 به دانشکده هنرهای تزیینی آمد. اون دستگاه مدت زیادی رو زمین بود. استاد احراری سراغ من آمد که خواهش میکنم دستگاه رو سرهم کن، که من یک ترم درسی با دوستان دانشجوی اون موقع سرهم کردن این دستگاه و راه اندازیش رو انجام دادیم. نخستین دستگاه چاپ سنگی که به لحاظ تاریخی یک گنجینه موزه‌ای است در دانشگاه هنر امروزی بود. سال سوم یا چهارم انقلاب که یک سال در دانشگاه هنر من دعوت کردن همکاری کردم، مرحوم فرشاد قلبیرک بزرگ اون رو برداشت به یک دستگاه نجاری جوش داد. روز که من رسیدم از فقط اشک نریختم. یه فاجعه بود استاد، فاجعه. نمیدونم اون دستگاه رو چی کار کردن، دانشگاه هنر میدونه چه گنجی رو داره، نمیدونه. من اونجا نماندم و در یک اعتراضی بعد از یک سال بیرون آمدم. ولی برای اون نخستین دستگاه چاپ لیتوی قلتکی بود که در تبریز باش کار میکردن. در کلیسای وانک اصفهان همونطور که استاد اشاره کردن، وارتاپتی که این کتاب عتیق و جدید و مزامیر داوود و بقیه رو نمونه چاپ زد،
ایشان هم از دستگاه غلطکی استفاده کرد، اما در تهران تکنیک ضربی وارد کار شد. خب سنگ‌ها می‌شکستند. هنرمند ایرانی، طراحان ایرانی، نخستین نسل طراحان گرافیک ایرانی اونجا کار می‌کردند. متوجه شدن برای اینکه آسیب‌ها کم بشود باید راه حل پیدا کنن. مثلا اگر شما یک سطح روزنامه وقایع اتفاقیه رو نگاه کنید، یکی از چیزهایی که اونجا خودش نشان میده و بهش نگاه نکردیم این است که یک جدول کشی درش وجود داره. یعنی شما یک قاب رو میبینید که پیرامون کادر نوشتاری اون رو حبس کرده. این جدول کشی ها، کتیبه سازی ها برای حفاظت از سنگ نرم آسیب پذیر چاپی با ضرب هایی که میخورد دائما خورده میشد. خوردگی این باعث میشد ظرف مدت کوتاه یک سنگ کنار گذاشته بشه، ناچارشن سنگ رو دوباره سازی کنن، احیا کنن تا بشود تعداد بالاتری تکثیر صورت بگیره. این نیاز باعث شد که راه حل‌های فنی پیدا کنن. اگر من کادر بکشم، جدول کشی کنم و تکرار کنم، این باعث میشه که حروف من که آسیب پذیرن زودتر از هر جایی لاغری و ظرافت اونها نابود میشه حفاظت بشن. یک کادر محکم خط کشی شده دور بستر نوشتار یک حکم فنی برای حفاظت و افزایش تعداد ضرب‌های چاپی به وجود آورد. اینا نکات مهمی هستند. میرزا رضا کلهر پا جلو میگذاره و قلم ظریف شاعرانه خوشنویسی نستعلیق ایران رو دستکاری میکنه، خپلش میکنه، چاقش میکنه، کوتاهش میکنه، بهش گوش میده. هیچ کس خیلی عذر میخوام ازتون، وقتمون تمامه. شده. من همین الان اگر مطمئن. بتونیم که جمع بله کنیم، چشم. ازتون. خواهش میکنم. برصد میرزا رضا کلهر از نظر من نیای طراحان گرافیک ایران است که با هوشمندی به عنوان یک دیزاینر قلم نستعلیق رو بهبود میده در جهت فنی، بهبودی که باعث میشه این قلم در ضرب‌های فراوان چاپ سنگی آسیب نخوره، دوام بیاره. ما به جای 500 تا بتونیم 700 تا بزنیم، بتونیم 1000 تا بزنیم. شوق به تکثیر سبب تحول در نظام گرافیک فرم ها میشه. نقش ها، فرم ها، شیوه های نگارش، شیوه های طراحی، این بحث بعدی من بود که دیگه امکان گفتگو درش رو ندارم. همه دگرگونی میپذیرن به ضرورت چاپ سنگی و دوستان خوب، چاپ سنگی به مثابه سرنوشت ملی ما یک بخش گم شده از تاریخ ماست. ما دائما میریم سراغش، در تیتراژ فیلم شبیه سنگی کارا نگاه میکنیم بدونی که بدانیم چرا این گونه کار کردند. زیبایی شناسی رو که در صنعت چاپ سنگی ایرانی به وجود آمد یک زیبایی شناسی یکه بومی و ایرانی است. این رو گوشه ذهنتون نگه دارید. ما ایرانی ها در گام های تحول و دگرگونی اندیشه خودمون رو با الگوهای آرزوهای خودمون به هم گره میزنیم، به ایجاد تحول میکنیم و در کمال تأسف این تحول ها تا یک جایی، این دگرگونی ها تا یک جایی میرن، بعد میریزن زمین و بلافاصله به پدیده موضعی و گنجینه‌ای تبدیل میشن. امروز طراحان ما، طراحان قلم های نوشتاری ما، اگر درباره مسائل مربوط به رخداد چاپ سنگی در روزگار قاجار، در روزگار سنگیکاری چیزهای دیگری رو با زاویه دید دیگری بنگرند و بدانند، قطعا در نوع نگرش و برنامه‌های اونها تحول وجود خواهد آمد. ما نیاز به این داریم که تفکر خودمون رو به عنوان دیزاینر به سابقه تحولات تکنیکال فنون چاپ سنگی و چاپ سربی بیشتر متوجه کنیم و از اون یاد بگیریم. خطاهای زیادی در عرایض من وجود داشت، بر من ببخشید جناب جلسه گرامی، دوستان عزیز من رو ببخشید، پر از آشوب برای شما یاد گرفتم. خیلی ممنونم از هر دو تا استاد. بله اگر که آره خیلی کوتاه بتونیم داشته باشیم که زمان رو سیوش بکنیم. دوستان اگر که سوالی هستش از خدمت اساتید بفرمایید، خواهش میکنم. یه عبارتی زیاد استفاده شد به عنوان باسمه خانه. این اصلا چی بود؟ یعنی باسمه یعنی چی و اون خانه منظورش چی بود؟ باسمه یک واژه
ترکی هست که به معنای فشار دادن یا ضرب کردن هست که در امپراتوری عثمانی برای چاپخانه هاشون استفاده میکردن، چون عموماً با یه فشاری کار چون چاپ حروفی بود در اون کشورها باید انجام میشد یا با یه ضربی باید انجام میشد، لذا به چاپخانه هاشون میگفتن باسمه‌خانه. این عبارت تا حدی هم در تبریز و هم در تهران در دوره‌های اولیه مورد استفاده قرار میگرفته و استثناءً خود میرزا صالح شیرازی هم در چاپخانه‌ای که راه اندازی میکنه از این عبارت چند بار استفاده میکنه و به عنوان باسمه‌خانه ازش یاد میکنه. اما خب دارالطباعه یا مطبعه واژه‌ای هست که دیگه خیلی شایع میشه و عملاً تقریبا میشه گفت تو دوره قاجار بیشتر از واژه دارالطباعه و مطبعه استفاده میشه تا هر واژه دیگه. اینکه با میگن این طرح خیلی باسمه‌ایه، یعنی جهت منفی میدن، ربطی به این باسمه داره یا نه، ربطی فکر نمی کنم داشته باشه. شاید مثلا یک اصطلاحی باشه از اینکه خب طرح‌های باسمه‌ای یا باسمه‌خانه‌ای طرح‌های عامه پسند و مثلا الان که بگیم چینیه یه همچین حالتی بودن دیگه، یعنی یه تفاوتی بین کارهای هندمید، کارهای دستی، کارهایی که بالاخره اصالت داره و ویژگی‌های خاص خودشو داره با کارهایی که از چاپخانه‌ها میومد بیرون می‌خواستن قائل بشن، احتمالاً از این واژه استفاده. من چیزی دارم اختیار داری. خیلی عذر میخوام. جناب فروتنی گرامی، باسمه از تکثیر کردن به تکثیر کردن اشاره میکنه، میان یک کار اصل اورژینال که نمونه منحصر به فرده و چیزی که تکثیر شده به لحاظ ارزش گذاری تفاوت میگذاشتن. ببخشید من این سوال در مورد اسلایدر کیفیت پایین بود، ولی خیلی قدیمی به نظرم این مجموعه این ساختار. حالا به هر حال سوالای زیاده. اون قسمتی که راجع به اصطلاح چاپ حروفی صحبت کردیم اونا دیده نمیشد. اونها حروف چی بودن؟ اونا حروف سربی بودن دیگه. ما تو دوره اول ببینید ما در ایران اصلا نه نستعلیق که اصلا نداشتیم. حالا البته برگردید ولی خب نستعلیق نبودن، خط نسخ بودن اونها همه. ما البته که این یه بحث خیلی مفصل هست، من نمیخوام خیلی وقت دوستان رو هم بگیرم، ولی اساساً ما اصلا چیزی به اسم حروف چوبی در اون دوره نه داریم، در اون دوره نداشتیم، برخلاف تصوری که برخی از دوستان میکنن. چاپ‌های معتمدی رو من میشنوم مخصوصاً بازاری ها که میگن بله این چاپ چوبی هست. نه، به هیچ وجه چاپ چوبی نیست. اینا همه با سرب ریخته‌گری می‌شده. حالا آقای مصباحی که اصلا متخصص این موضوع هستن اینجا هم هستن، حالا شاید یک جلسه دیگه یه بحث دیگه داشته باشیم راجع به این موضوع، بد نباشه. ولی اونا همه حروف سربی بودن و هم بر پایه خط نسخ بودن. ما اصلا در ایران خط نستعلیق نداشتیم. البته خب این اسلایدها خب طبیعتا رو دیوار با اون کیفیت شاید این ذهنیت رو ایجاد بکنه، ولی من میتونم نمونه‌های واضح‌تر اپسیلونیشو براتون بفرستم. نه بزرگ نمایی شده و عکاسی شده شد. اینجا بود برای به نظر من میاد که حروف چاپ سربی باشه. مثلا شما اگه رساله جهانی دوم ببینید اصلا باورتون نمیشه که با تکنولوژی حروف سربی بله چنین ترکینگ ها و کرنینگ های تعریف شده در اون دوره و ما 3 نوع بیسلاین داریم، یعنی سوار نویسی داریم، چیزی که اصلا من تجربه شخصی خودم میگم چند سال پیش وقتی با یک مجموعه دار که فروشنده کتاب بازاری بود این کتاب من نشونش دادم، گفت نه این چاپ سنگیه، گفتم چاپ سربیه، گفت نه این سنگیه، من 30 سال تو این کارم، تو جوونی که تازه اومده این حرف رو زدی. گفتم اگه شما تصویر شید من اینو به همت و لطف خود آقای جلیسی عزیز از نزدیک دست زدم و با میکروسکوپ دیجیتال در سایز 1 متر در 1 متر دیدم و جزئیات اینو میدونم چجوریه. و وقتی که پروژه‌ای که با آقای جلیسی عزیز چند سال پیش همکاری داشتم افتخارشو داشتم و منو شگفت زده کرد و همین موضوع که من در بلژیک تحصیل می‌کردم و در موزه پلانتین که یکی از بزرگترین در واقع چاپخونه‌های سربی دنیا محسوب میشه، به متخصص چاپ سربی وقتی نشون دادم که
ما در 210 سال پیش چه چیزی داشتیم براش قابل باور نبود که ما چه تکنولوژی در ایران داشتیم. این حالا شاید تصاویر کیفیت قطعاً نداشتن، ولی من تجربه خودم میگم که خیلی خوشحالم که این تجربه رو داشتم با آقای جلیسه و چیزهایی که دیدم شاید دوستان دیگر هم ببینن، شاید باورشون نشه که ما 200 سال پیش حتی از اروپایی ها هم در چاپ سربی تکنولوژی بهتر و بروزتری داشتیم و جلوتر بودیم و متاسفانه حالا به خاطر شرایط عجیب غریبی اون تکنولوژی متوقف میشه و ما خیلی چیزا رو از دست میدیم. این تجربه من بود و حالا امیدوارم به زودی اتفاقات خوشی بیفته و اون چیزهایی که ما نوشتیم و راجبش حالا در حد اندازه خودم منتشر شه و شما هم لذت ببرید که گذشتگان ما چقدر ارزشمند بودن و چقدر افتخار آفرین و افتخار انگیز بودن که متاسفانه در یک دوره 200 ساله فراموش شده و به همت خود آقای جلیسه عزیز که سالهاست تو این زمینه دارن پژوهش میکنن دوباره زنده شده و به چشم داره میاد. ببخشید من فقط اون قسمت رو مخصوص که کلیشه های سربی هست، کلیشه به همه اینا حروف های سربی جداگونه است، یعنی سیستم تکنولوژی یعنی فسفر حروفچی گارسه‌ای گارسه‌ای دقیقاً. ما حتی خود گارسه‌ای هم 3 نوع گارسه داریم تو ایران، گارسه روسی داریم، گارسه آلمانی داریم، گارسه ایرانی داریم و خیلی قصه‌های متفاوتی است، ولی دقیقاً در دوره چاپ اولی که همونطور آقای جلیسه عزیز اشاره کردن ما حروف سربی داریم. حروف سربی که اول تولید میشه سایز 24 پوینته، حروف سربی دومی که تولید میشه 36 پوینته. حتی با اینکه اندازه سایز حروف حدوداً 1.5 برابر افزایش پیدا کنه 36 پوینت میشه، تعداد صفحات رساله جوادی کمتر میشه به خاطر اون خلاقیت در استفاده از ترکینگ و کندینگ و فاصله گذاری هایی که میرزا زین العابدین تبریزی در نظر گرفته. چاپ بعدیش حروف میشه 18 پوینت، 24 پوینت میشه، در واقع متخصص میشه در زمینه حروف سربی و ساخت حروف‌های کلیشه‌های حروف‌های سربی کوچولو در روی بلاک‌های سربی و این تکنولوژی وجود داشته ولی متاسفانه ما یک دوره رو در تاریخ حذف شده بوده. گذشتگان ما تراژدی ماست قربان، واقعا تراژدی ماست که صنعت چاپ سربی پس رانده میشه و تمام ظرافت‌هایی که شما اشاره میکنید و استاد عزیز من بیش از همه میدانند. جناب احتشامی گرامی، من این شانس رو داشتم که استاد یک بار قلم نستعلیق سربی چاپ بمبئی بود، درست قربان؟ چاپ کلکته بود، اولین چاپشه بود. یعنی دو بار حروف نستعلیق توسط دیزاینرها، یک بار در هند، یک بار در استانبول اگه اشتباه نکنم، در بولاق، بله 2 بار این اتفاق رخ داده ولی متاسفانه اون هم به همین محدودیت مبتلا میشه و تکثیر نمیشه. محبت به قلم نستعلیق در چاپ سنگی خودشون نشان میده. چاپ سربی مثل اینکه نتوانست این قلم رو براش جایگاه سازی کنه. خیلی ممنونم استاد. خب دوستان سوال دیگه ای اگر که هستش در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سوالی نیست. خیلی ممنونم از راجع چاپ سنگی خیلی بحث زیاده ولی هنوز برای خیلی چیز نیست. برای وقتی میگیم لیتوگرافی یا چاپ سنگی چاپ مسطح ازش نام میبریم، ولی در اینجا باز ما از یک نوع چاپ برجسته هم نام میبریم. اینجا رو اگه ممکنه برای دوستان ببینید، وقتی که یک طراح با یک قلم چرب روی سنگ میکشه اون بافت بخشی از چربی رو میگیره، چون بافت وجود آمده حفره ها و گودال ها زیر ضربه نگاه کنیم دیده میشه. در اینجا میتونیم مرکب بزنیم با همون سنگ کار کنیم. تو ایران اتفاق دیگری رخ میده. تو ایران با قلم چرب که کارو میسازن، من جزئیات فنی زیادی هست که اشاره نکردم، تیزابکاری میکنن و با تیزابکاری سنگ عقب میکشه، سطح چرب سر جای خودش باقی میمونه. دقیقاً و هم سب چاپ برجسته میشه در ایران. چاپ اروپایی با این اختلاف داره. در این حال که اتفاقات دیگری رخ میده، یک جور کاغذ، تقریباً کاغذ مومی که از روسیه وارد ایران میشده، پایه کاری بودی که روی او عملیات کم و بیش، بعد اون رو توی آب میخیساندند، آماده میشد، سخت و نرم داشته، جداسازی انجام میشده، منتقل میشده به سطح سنگ، بعد تیزابکاری، درست مثل مراحل عکاسی.
این مراحل در ایران انجام میشد، اما یک جایی به این کاغذ مومیا دسترسی وجود نداشت. اتفاق بسیار شگرفی رخ داد، وارونه نویسی رو انجام دادن. شگفت انگیزه. یکی از اون اتفاقا توی نمایشگاهی که جناب عالی و دوستان تدارک دیدید یک پدیده وجود داره، متقارن‌ها. کسی بهش نگاه نکرده آقا چرا هنرمندان سنگ کار ما این همه دارن از تقارن استفاده میکنن در لوگو، در فرم ها، در نقش ها، به هزاران شکل استفاده شده. این متقارن ها به سبب این است که متوجه میشن که روی موم که کار میکنم عین اونو میتونم منتقل کنم، ولی وقتی موم ندارم باید وارونه نویسی کنم، پس میتونم متقارن بسازم. یعنی یک تصویر کلیشه‌ای رایج ناشی از موم، یک تصویر برابرش. این یکی از ابداع‌گری های طراحی و دیزاین گرافیک چاپ سنگی است که به سبب عدم دسترسی به کاغذهای پایه شکل میگیره و خیلی چیزهای دیگه. سلامت باشی. خیلی ممنونم. مرسی دوستان، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون بودیم. ممنون از اساتید محترم، خیلی استفاده کردیم. ممنون از حضور ارزشمندتون. بله، جلسه بعد هم تشریف بیارید حتما. اطلاع رسانی میشه، بله مشخص میشه دقیقاً که چه تایمی هستش، اطلاع رسانی میشه. تشریف بیارید، باز هم در خدمتتون باشیم و ادامه این بحث رو در واقع به جلسات دیگه برسونیم. خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که پیروز و سلامت باشید و دنیا به کامتون. متشکرم.